سلام بچه‌ها، خوش اومدید به پیجم. امروز دوشنبه است، نمیدونم سوم چهارم ماه رمضانه و ما یه 200 احسانی خریدیم با یه 150 نیکتاز. ببینیم کدومش خوبه. گروه هم گفتن 200 احسان خوبه، نه بعضی ها گفتن خوبه، بعضی گفتن خوب نیست، فقط نیکتاز خوبه و متین خوبه و اینا. بچه ها، من این 200 نیکتازه یعنی برای خودم نیست، توی قرعه کشی برای تو پیج برنده شدم، ولی اون 150 نیکتاز برای خودمه که امروز قراره بفروشمش. مدل 94 هستش. امروز قراره من این 150 نیکتاز رو بفروشم. مدل 94 مدار کامل، فقط کارت سوخت نداره. بعد عرضم به حضورتون که چی بهتون بگم، قیمت گذاشتم 43 تومن. مدل 94 43 تومن، واقعا خوبه، نه ارزشی نداره، قیمتش باید بیارم پایین تر. شما یه نظری بدین 150 نیکتاز رو چند بفروشم. بعد جمعه این هفتم قراره بریم پیست و فیلم موتور سنگین و ماشینای تویوتا رو بذارم زنده بذارم که شما ببینید. شب خوش.